إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درود نو شما را خوش آمدید میگوییم به برنامه نوی قصه پیامبران. در برنامه گذشته درباره نبی خدا صالح علیه السلام سخن گفته بودیم. یادآور میشویم که خداوند آنها را به نعره هلاک کرد. با آوازی بلند قوم کافران را هلاک کرد. کسی جز صالح علیه السلام و کسانی که با او ایمان آورده بودند باقی نماند. زمانها میگذشت و آنها با توحید و یکتاپرستی زندگی میکرد تا اینکه شرک دوباره در روی زمین سر زد. شیطانها آمدند مردم را از دین خدا دور. شرک این بار در شهر بابل سر زد. مردم غیر از خدا بت‌ها را بزرگ شماریده و آنها را عبادت می‌کردند. بت‌ها و صنم‌ها عبادت کرده می‌شد. ستاره‌ها را نیز می‌پرستیدند. غیر از خدای عزوجل آنها را عبادت می‌کردند. خداوند نبی را فرستاد. این نبی را خداوند زیادتر دوست می‌داشت. خداوند او را دوست خود گرفته بود. کیست او؟ او ابراهیم خلیل است. این جوانی که در بابل تولد شده و آنجا به وایه رسیده بود. میدید که مردم بت‌ها را میپرستند، به عبادت آنها راضی نبود. به این حال مردم راضی نبود. ولقد آتینا ابراهیم رشده ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وكنا به عالمین. خداوند به این جوان یکتاپرستی و ایمان را الهام کرده بود. همین بود که او بر قومش بتپرستی و عبادت صنم‌ها را انکار میکرد و این فعل آنها را بد میدید. میخواست آنها را به سوی الله ذوالجلال دعوت کند. اولین کسی که او خواست دعوت کند پدرش بود. نزدیکترین شخص به او نزد پدرش در آمده تا او را به سوی الله یکتا دعوت کند. ابراهیم علیه السلام جوان بود که مردم را به سوی خدا می‌خواند. اولین کسی که او دعوت کرد پدرش بود. او را با بهترین اسلوب به سوی الله ذوالجلال دعوت کرد. پیامبران با رحمترین مردمانند برای امتانشان، با رحمترین مخلوقانند برای مردم. پدرش که خانه اش را پر از بت‌ها کرده بود، ابراهیم خلیل علیه السلام نزد او آمد تا او را دعوت کند. با اسلوبی که ابراهیم علیه السلام سر کرده بود نگرید. پدری مشرک و کافرش را که بت‌ها را میپرستید و ابراهیم علیه السلام را امر میکرد که به آنها سجده کند، اما ابراهیم علیه السلام با او جواب گردانیده میگوید: یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ابراهیم علیه السلام تکراری به تکرار پدرش را دعوت میکرد و پدرش باشد آن را رد میکرد، بلکه پدرش او را به عبادت صنم‌ها امر میکرد. ابراهیم علیه السلام به او جواب میداد: درست از این که من خرد هستم و تو پدری من هستی و من پسری تو هستم، لیکن مرا علم بسیارتر نسبت به تو داده شده است. یا ابت انی قد جاءنی. هر خطابی که با او میکرد ای پدری من میگفت: انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا. با وجود که او مشرک بود لیکن با اسلوب رحمت مراجعت میکرد، با نرمی و دلسوزی در هر چی باشد آن را زینت میدهد. ابراهیم علیه السلام تکراری به تکرار پدرش را به سوی خداوند دعوت میکرد: یا ابت لا تعبد الشیطان. زیرا اگر تو بت‌ها را پرستی تو از شیطان پیروی کرده ای، زیرا او تو را امر کرده است تا بت پرستی کنی. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. یا ابت انی اخاف ان یمسک. با اسلوب نگرید: من برای تو در ترسم. مقصد تنها امر معروف و نهی از منکر نیست.
مقصد تنها باطل را از حق جدا کردن نیست. مقصدی من ترسم برای توست ای پدر، اگرچند که مشرکی لیکن دلم برای تو می سوزد. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. پدرش به این جوانی که او را به سوی الله دعوت میکرد با درشتی جواب میداد. نگرید که چگونه جواب داد. گفت ای ابراهیم، اگر تو این کارت را بس نکنی تو را سنگسار میکنم، تو را تا مردنت با سنگ میزنم. سپس او را راند. گفت از من دور شو، نمیخواهم تو را به خانه ام ببینم. ابراهیم علیه السلام از خانه برآمد و به پدرش گفت قال سلام عليك. دشنام و حقارت و تهدیدش میکرد در حالی که مشرک بود و ابراهیم علیه السلام جواب میداد سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. خدا را برای تو دعا میکنم، از خدا آمرزش گناهانت را میخواهم، خداوند مرا از این چیز باز نمیدارد. این است دعوت ابراهیم علیه السلام پدرش را. این است اسلوب او با پدرش اگرچند مشرک و کافر است. قصص نور قصص قصص نور قصص حكمة وصبر. ابراهیم علیه السلام که جوان بیش نبود، وقتا میدید که قومش بت‌ها و صنم‌ها را عبادت میکردند، آنها را از پرستش بت‌ها و صنم‌ها منع میکرد. روزی از روزها با آنها با تمام جرأت و شجاعتی که داشت گفت قال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. در حالی که اینها نزد بت‌هانشان نشسته بودند و آنها را عبادت میکردند، گویا که اینها آفریده باشندشان، گویا که آنها فایده یا ضرری را میرسانده باشند به آنها. ابراهیم علیه السلام که جوانی باهوش و زیرکی بود، خداوند به او حکمت و فراست داده بود، به آنها میگفت چیستند این بت‌های شما؟ با تمام جاهلی و احمقی جواب دادند قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. اما او آنها را انکار کرده می گفت شما و پدرانتان در گمراهی آشکارید. نه تنها شما بلکه پدرانتان در گمراهی آشکارید. چگونه این جوان خود جرأت میکرد تا با قومش چنین سخنها گوید؟ به ابراهیم خلیل علیه السلام جواب داده گفتند اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. با ما بازی میکنی ای ابراهیم؟ آیا این بازی است؟ آیا این مسخره کردن نسبت به ماست؟ یا اینکه دین ما و پدران و بابایانمان را مسخره میکنی؟ آگاه باش ای ابراهیم، اگر با ما این گونه بازی کنی سزایت را میدهیم. ابراهیم علیه السلام با تمام قدرت و شجاعتی که داشت به آنها جواب داد قال بل ربكم رب السماوات والأرض وأنا على ذلكم من الشاهدين. کجایند کلانهای قوم؟ کجایند خیرتمندانتان که جوانی خردککی با شما چنین سخن میگوید؟ سپس بت‌های آنها را تهدید کرد وتالله لأكيدن أصنامكم بعد ان تولوا مدبرین. روزی می شود که شما می روید جایی و من این بت‌های شما را به خاک یکسان خواهم کرد. کی را تهدید می کرد؟ خدایان آنها را تهدید می کرد. جوانی خردسال با چنین شجاعت و با چنین قوه برای چی؟ زیرا او به الله ذوالجلال تکیه کرده بود. مردم برآمدند در حالی که شنیده بودند که ابراهیم علیه السلام می گفت البته بت‌هایتان را می شکنم بعد اینکه شما از اینجا روید. توقع نداشتند که چنین می کند. توقع نداشتند که ابراهیم علیه السلام جرأتی چنین کار را دارد. آنها برای جشن به بیرون از شهر برآمده رفتند. ابراهیم خردسال نزد آن بت‌ها آمد. در نزد آن قربانی ها، گوشت ها، طعام ها، شراب ها و تمام نوش و نعمت بود. از تمام آن بت‌ها سؤال کرد. حال آن که می دانست که آنها سخن نمی گویند گفت چی شده از شما را؟ ما لكم لا تأكلون.
آیا نمیخورید از این خوراک ها؟ بخورید. از این قربانی ها بخورید. از این میوه ها بخورید. بخورید. شما خدایانید، شما معبودات هستید. چرا نمیخورید این طعام ها را؟ ابراهیم خلیل علیه السلام میدانست که آنها طعام ها را خورده نمیتوانند. چی شده است که سخن نمیگویید؟ جواب دهید بر من. ابراهیم خلیل علیه السلام از نزد آنها برآمده رفت و با خود تبری را آورد. پس نزد آنها آمد. می گفت سخن بگویید. از این خوراک ها خورید. آن تبر را گرفته بتها را می زد. جوانی خیلی خرد بود. چی را می شکست؟ خدایان قومش را می شکست. چی را می شکست؟ بتهایی که از پدران و بابایانشان میراث مانده بود. کدام قوت و جرأت بود از جانب ابراهیم علیه السلام که به بتها می زد. فجعلهم جذاذا تمام بتها را میده کرد مگر یک بت را. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. تبر را نزد بت کلانیشان که او را نشکسته بود گذاشت. با عقل و حکمت او نگرید تا که حجت برای قومش شود. تبر را نزد بت کلانی گذاشت و بقیه بتها را نابود ساخت. قومش شاد و خندان برگشتند تا که چون همیشه کاری عجیب و غریبی را بینند، تا که کاری بزرگی را بینند. اولین شده نزد بتها و صنمهایشان می رفتند. چون همیشه طعامهای نزد آن بتها ناپدید می شد. شاید شیطانها آنها را می خوردند. ناگهان دیدند که خدایانشان به خاک یکسان گشتند. فریاد می زدند و ناله می کردند. در بین قوم داد زده می گفتند: قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمین. به این جاهلی و احمقی و نادانی نگرید. آیا خدا شکسته می شود؟ خدا نابود می شود است مگر؟ آیا خدا به خاک یکسان می شود؟ با سوال می کنند که کی با خدایان ما چنین کرد؟ این خیل باشد او قوی تر از خدایان شماست. این خیل باشد شما به جای بتها کسی که این کار را کرده است عبادت او را کنید. اگر ذره از عقل در شما باشد. لیکن در آنها عقل نبود. فطرت آنها فاسد شده بود. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمین. کیست؟ آیا دشمن آمده است؟ آیا خدای دیگری است؟ چی رخ داد؟ بعضی از مردم که سخن ابراهیم علیه السلام را که بتها را تهدید میکرد شنیده بودند گفتند: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهیم. به سوی ابراهیم خلیل رفتند. جوانی خرد. او را بستند و او را به نزد خلق آوردند. همگی با قهر و غضب سخت بودند. همگی میخواستند که انتقام را از این کسی که چنین کار را با خدایانشان کرده است بگیرند. تصور کنید چنین معرکه را. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. باید محاکمه آغاز شود و متهم تنبیه شود و همه مردم این کار را ببینند. کدام کار را؟ همان بتهای به خاک یکسان را. همه مردم جمع شدند. گردی کی جمع شدند؟ گردی ابراهیم علیه السلام، جوانی خردسال. بین آنها پدرش بود. بینشان اهل عائله اشان بود. خویش و اقربای خودش بود. لیکن او استوار و محکم ایستاده بود. پروایی نداشت. از او پرسیدند: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا. من نه، بلکه همین بت کلانی این کار را کرده است. همین صنمی که در دستش تبر است. از او پرسید. اگر او سخن میگوید، اگر صنمهایتان خدایانتان سخن میگویند، از آنها پرسید که این کار را به آنها کرده است. این هنگام آنها به همدیگر نگاه میکردند. ابراهیم علیه السلام به آنها می گفت: اکنون دانستید که شما در گمراهی هستید؟ آیا دانستید که این کاری کرده اتان خطاست؟
و این خدایانتان خدا نیستند، شما در گمراهی هستید. یک فکری افتضاح و پوچ بر سرشان زد و گفتند تو میدانستی که آنها سخن نمیگویند؟ از بینشان یکی گفت او را بسوزانید و خدایانتان را نصرت دهید. فاعلين. مردم همه اتفاق کردند که ابراهیم خلیل را بسوزانند. این جوان را برای چی می سوزانید؟ زیرا او آنها را به سوی الله ذوالجلال دعوت میکرد. سوزانیده می شود برای اینکه آنها را به الله شناس کردن میخواست و با عقل و منطق و دلیل به آنها حجت می آورد، لیکن قومش را فایده نمی کرد. قالوا حرقوه. زیرا سوزاندن سختترین عذاب است. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. سبحان الله. خدا باید یاری دهد، نه اینکه یاری طلبد. خدایانی به خاک یکسان، خدایانی پاره شده. گفتند هیزم جمع آورید برای سوزاندن ابراهیم خلیل. دست و پایش را بسته حبسش کردند تا او را بسوزانند. مردم همه در جمع آوری هیزم بودند. در این کارشان حریص بودند. زنی بود میخواست نذر برای خدایان و صنمهایشان کند، با مقصد اینکه خدایان پسرش را از مریضی شفا دهند، و این نذرشان جمع آوری هیزم بود تا که ابراهیم خلیل را بسوزانند. نذرها میکردند برای سوزاندن ابراهیم. هیزم زیاد جمع کردند و یک آتش بزرگی را ساختند که گرمیش چنان بلند بود که اگر پرنده از بالایش میگذشت از گرمی آن میافتید. این چی گونه آتش است؟ این چی گونه جهنم است؟ قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحیم. آتشی بزرگی به جهنم تبدیل شده بود. میخواستند در آن ابراهیم خلیل را سوزانند. مردم همه جمع شده بودند. یکی از آنها پدرش، دیگری مادرش، تا ببیند که چگونه ابراهیم خلیل میسوزد. خواستند با آن آتش نزدیک شوند تا ابراهیم را در آن پرتاب کنند، نتوانستند. زیرا آتش به نهایت بزرگ بود، نتوانستند نزدیک شوند. ابراهیم را در منجنیقی بستند، منجنیقی که در آن تیرهای آتشین پرتافته میشد. در آن منجنیق ابراهیم را بستند. اکنون لحظه های آخر رسید تا این جوان را سوزانند. همه چیز تمام می شود. جبرائیل علیه السلام نزد او آمد. جبرائیلی که با یک پرش یک قوم را هلاک کرد و با نعره امت را نابود ساخت. جبرائیل سردار ملائکه ها با او گفت ای ابراهیم، آیا می خواهی من کمکت کنم؟ آیا می خواهی که من به تو کمک رسانم؟ ابراهیم به سویش نگاهی کرد، حالا آنکه قلبش متعلق الله بود. گفت ای جبرائیل، اگر تو باشی کمک رسان نمیخواهم، و اگر خدا باشد قبول دارم. خدا بسنده و چی خوش شاهد است. قصص نور قصص قصص نور قصص حكمة وصبر. ابراهیم خلیل از الله ذوالجلال کمک میخواست و او خداوند را دعا میکرد و قومش در تماشای سوزاندن ابراهیمی که با بندها بسته شده بود بودند. این هنگام او را به آتش پرتافتند. خلیل در آتش پرتافته شد. آره، در کدام آتش؟ آتشی بزرگ. ابراهیم خلیل در آن پرتافته شد. الله ذوالجلال این هنگام گفت قلنا یا نار. و آتش نیز یکی از آفریده های الله است. قلنا یا نار كوني بردا وسلاما على ابراهیم. اگر الله ذوالجلال می گفت خنک باش، ابراهیم از خنکی می مرد. لیکن الله گفت و سلاما، و اگر سخن اینجا معنی می شد تمام آتش های دنیا خنک و امین می شدند. لیکن خداوند گفت
و علی ابراهیم، یعنی فقط برای ابراهیم. قلنا یا نار کونی بردا و سلاما. تمام مردم تماشا میکردند که چگونه این جوان میسوزد، لیکن تنها بندی که با او بسته شده بود سوخت و خلاص. ابراهیم خیست، تکبیر گفت، الله ذوالجلال را سجده کرد، شکر برای الله. مردم این را دیدند، پدرش نیز مادرش هم، همگی در تعجب بودند. اما پدرش که مشرک بود از ته دل گفت، چه خوب خدای است خدایت ای ابراهیم. او مشرک است اما گفت، چه خوب خدای است خدایت ای ابراهیم. اما مادرش پسرش را صدا میزد در حالی که او نماز میخواند و خدا را سجده میکرد. گفت ای پسرم، از خدایت بخواه تا من نیز نزد تو روم. خداوند را دعا کرد، مادرش نزدش درآمد. مردم تماشا میکردند، میدیدند. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ابراهیم علیه السلام از آتش بیرون شد. مردم همه در ترس بودند. گفتند که او در آتش چند روز باقی ماند. بعضی ها گفتند چند ساعته. والله اعلم که چند مدت در آن آتش بود. لیکن وقتی که او از آتش برآمد، مردم با او نزدیک نمی شدند. آتش او را نسوزاند. چگونه شخص است این؟ آیا ایمان آوردند به او بعد از این واقعه؟ هرگز ایمان نآوردند مگر پسری برادرش لوط و زنش سارا. تنها همین دو کس ایمان آوردند، اما بقیه قوم با او کافر شدند. حالا آنکه این واقعه را دیده بودند، پادشاه او را نزدش خواند. نامش نمرود بود. این پادشاه ظالم وقتا که این خبر را شنید، ابراهیم علیه السلام را نزدش خواند. گفت او را بیارید. ابراهیم جوان را نزدش آوردند. با او گفت شنیدم که تو چنین و چنان کرده ای. آیا گمان میکنی که تو خدای داری؟ گفت آره، خدای من الله است که مرا و تمام چیزها را آفریده. خدای من الله است که زنده میکند و میمیراند. الم تر الی الذی. کیست؟ او یکی از پادشاهان ظالم و طغیانگر است که خداوند به او ملک داده است. الم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملک اذ قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت. پادشاه با تمام نادانی و احمقی جواب داد. گفت من نیز میمیرانم و زنده میکنم. زنده کردن و میرانیدن کاری آسان است. زندانی را صدا کرد و با سربازش گفت بکشید او را. او را کشتند. پس گفت آیا دیدی که کشتمش او را؟ و مردی را که باید اعدام میشد نزدش خواند. با او گفت تو را آزاد کردم. گفت آیا دیدی او را زنده کردم؟ این را زنده کردم و آن را کشتم. این یک نوع جهل است. این بدبختی است. این دیوانگی است. کدام مردی صاحب عقل چنین سخنها میگوید؟ ملک است او، نامش نمرود است. این جوان با تمام عقل و حجت و دلیل جواب داد. الم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملک. ملکش چشمانش را کور کرده بود. اذ قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت. و این را همگی شاهدند. همه میدانند که الله ذوالجلال زنده میکند و میمیراند. و او با تمام بدجهلیش میگفت قال انا احیی و امیت. ابراهیم علیه السلام دانست که این مرد تنها بحث کردن میخواهد، به خود نمی آید. پس از او چیزی دیگری خواست. چیزی نوی را طلب کرد. این چیزی نو را او نمیتواند انجام دهد. و این دلیل از باهوش بودن ابراهیم علیه السلام است. گفت آیا آفتاب را میبینی که هر روز از مشرق میبراید و در مغرب غروب میکند؟ این کار خداوند است. چی میشود که یک روز آفتاب را از مغرب بیاری؟ ابراهیم علیه السلام گفت فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ابراهیم خلیل علیه السلام حجت می آورد برای قومش.
پادشاه مغلوب شد. مردمش آیت‌های روشن را دیده مغلوب شدند. هیچ کاری کردن نمی توانستند. با این وجود دعوت ابراهیم علیه السلام را نپذیرفتند. مکر میکردند. ابراهیم علیه السلام با پسر برادرش و زوجه اش سارا قرار گذاشتند اینکه از آنجا هجرت کنند و دین خدا را تبلیغ کنند. به کجا هجرت کرد؟ ابراهیم کجا رفت؟ چی کار کرد؟ و با او چی رخ داد؟ و آیا خداوند به او فرزند عطا کرد؟ این همه را با یاری خداوند در برنامه آینده خواهیم شنید. با ما باشید. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص نور قصص